اهرام سازه‌هایی سنگی یا موتورهایی خاموش که هنوز کار می‌کنند. در دل بی‌رحم‌ترین بیابون‌های دنیا، جایی که شن‌ها همه چیز رو می‌بلعن، سازه‌هایی وجود دارند که نه متعلق به این دوران و نه شاید حتی متعلق به این جهان هستند. این سازه‌های قد علم کرده در دل بیابون خاموش، اهرامی هستند که نه زمان تونسته اونها رو شکست بده، نه انسان تونسته حقیقتش رو کامل بفهمه. توی چند وقت اخیر یه چیزایی راجع به اهرام فهمیدن که به نظرم در عین اینکه آدمو خیلی میترسونه، میتونه از بزرگترین کشفیات انسان‌ها تا به الان بوده باشه. و اون کشف یک شهر زیرزمینی در زیر اهرام مصره. دقیقاً همونطور که نیکولا تسلا 100 سال پیش میگه منطقی نیست اهرام فقط مقبره باشن و قطعاً اهرام مولدهای انرژی هستن و تازه الان ما تونستیم تقریباً اونو کشفش بکنیم. اهرام مصر هنوز جزء بزرگترین سوالات بی‌پاسخ بشره. از نحوه ساختش تا فکت‌ها و تئوری‌هایی که واقعاً آدمو تا ساعت‌ها به فکر فرو میبره. گفته میشه که این اهرام محلی برای دفن سه فرعون یعنی سه پادشاه مصری هاست و چیزی جز مقبره های ساده نیستن. اما با توجه به فکت هایی که الان میخوام بهتون بگم، بذارید نپذیرم که اونها فقط قبرن، یه قبر ساده. اگر اهرام قبرن، پس چرا هیچ مومیایی از خود فرعونها توشون یافت نمیشه؟ یا برخلاف انتظار از یک مقبره سلطنتی، هیچ گنج واقعی در اهرام یافت نشد؟ گفته میشه که اهرام 2500 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شدن، یعنی 4500 سال پیش. اهرام با 2.5 میلیون مکعب 2 تا 3000 کیلویی ساخته شدن، اما بعضی بلوک ها در قسمت های خاص مثل این بخشی که بهش میگن اتاق پادشاه، وزن سنگ ها بین 15 تا 80 تن معادل 15 تا 80 هزار کیلوگرم ساخته شدن. تخمین زده میشه که بزرگترین هرم یعنی هرم خوفو 6 میلیون تن وزن داره. نکته عجیب تر این که این سنگ ها اونقدر دقیق برش داده شدن که حتی یک ورق کاغذ هم بینشون رد نمیشه. اونم بدون سیمان، بدون ملات و بدون هیچ تکنولوژی که الان ما در دسترسمون هست. و این ظرافت در برش سنگ ها با تکنولوژی الان فقط با برش لیزری ممکنه. عجیب تر این که 4 گوشه اهرام دقیق 4 جهت جغرافیایی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب رو نشون میده و این یعنی فوق‌العاده ماهر بودن در علم ریاضی. همونطور که میدونید اهرام توی بیابون گرم و خشک، اما دمای درون اهرام همیشه خنکه و 20 درجه است. یعنی اگه یه تیکه گوشت رو ساعتها اونجا بذاریم فاسد نمیشه. اهرام مصر از راهروهای خیلی پیچیده‌ای تشکیل شدن و هنوز هم دارن راههای دیگه‌ای رو کشفشون میکنن. حالا به من بگین 4500 سال پیش، اون موقع که نه از ریاضی و فیزیک، نه معماری و جغرافیا یا نجوم شناسی هیچی نمیدونستن و هیچ تکنولوژی در دسترسشون نبوده، چطور تونستن پیرامیدا رو بسازن؟ شاید با خودتون بگین خب ممکنه همه این فکت ها اتفاقی بوده باشه. اما ازت میخوام ذهنتو آزاد کنی و بدون محدودیت ذهنی و بدون تعصب به چیزایی که الان میگم فکر بکنی. ببینید تا شعاع 100 کیلومتری پیرامیدا هیچ کوهی وجود نداره که جنس سنگهاش با جنس سنگهای اهرام مصر یا همون پیرامیدها یکی باشه. همچنین سنگای نوک اهرام قدیمی تره و این یعنی اهرام از بالا به پایین ساخته شدن، چیزی که حتی با تکنولوژی الان هم یا نمیشه اون رو ساخت یا خیلی خیلی سخته.
یه چیز جالبتر این که این 3 هرم بزرگ دقیقاً همراستا با 3 ستاره کمربند صورت فلکی اوریون یا شکارچی ساخته شدن. این تطابق با دقتی بی نهایت مهندسی شده انجام شده، به طوری که فاصله این 3 هرم با فاصله ستاره ها هم تطابق داره. حتی بعضی محققان میگن که طراحی اهرام میتونسته به عنوان ساعت خورشیدی عظیم یا یک تقویم نجومی استفاده بشه، چون سایه ها و زوایای اونها در زمانهای خاصی از سال نکات مهم نجومی مثل انقلاب تابستانی و زمستانی رو نشون ما میده. و این یعنی یادآوری بکنم 4500 سال پیش اونا توی علم ستاره شناسی فوق‌العاده ماهر بودن. اما اونا که میگیم واقعاً کیان؟ آیا میتونن فرازمینی بوده باشن؟ اصلاً اونا چرا یه دفعه شروع کردن به ساخت اهرام؟ بدون مقدمه، بدون آزمون و خطا، جوری که انگار یه عده یا یه موجودی شاید فرای انسان‌ها یه نقشه در اختیارشون گذاشته باشه و اونا از روی نقشه اهرام رو ساخته باشن. اونا چه دانشی داشتن که ما هنوز توی فهمش عاجزیم؟ چه دانشی داشتن که بعضی سنگ‌های اهرام برش خورده یه لیزری هستن؟ نمیدونیم واقعاً. حالا چیزی که خیلی عجیبه اینه که اهرام فقط توی مصر وجود ندارن. اهرام در مکزیک، چین، حتی توی اقیانوس، دقیقاً زیر محدوده جغرافیایی مثلث برمودا. بله، مثلث برمودا، جایی که خیلی هواپیما یا کشتی‌ها توی اون محدوده ناپدید شدن. دقیق زیر مثلث برمودا و حتی توی قطب جنوب. درست شنیدین، قطب جنوب، جایی که حتی ورود انسان‌ها به اونجا ممنوعه و هر کسی نمیتونه اونجا بره جز یه سری آدمای خاص. حتی اونجا هم هرم پیدا شده و این حقایق مثل یک برگ برنده میمونه، چون باعث میشه که بزرگترین، شاید ترسناکترین سوال پرسیده بشه. که 4500 سال پیش که هیچ راه ارتباطی وجود نداشت و هیچ آدمی از این سر کره زمین تا اون سر کره زمین نمیتونستن با هم ارتباط بگیرن، پس چطور آدمای مختلفی در نقاط مختلف زمین بدون اینکه بتونن با هم ارتباط بگیرن سازه‌های مشابه هم، یعنی هرمی، یعنی مثلثی بسازن؟ و یه چیز دیگه این که نوک بزرگترین هرم مصر که بهش پیرامید اون میگن گم شده. طبق تئوری‌های گفته شده در واقع کلید فعالسازی اهرام مصره و شاید بشه اهرام رو باهاش روشن کرد که تمام رازهای جهان هستی و پاسخ تمام سوالات در اون هستش. و پیرامید یا همون نوک هرم قطعه گم شده پازل بزرگی به اسم اهرام مصره. گفته میشه اهرام از سنگ مرمر پوشیده بودن و جنس پیرامیدشون از طلا بوده و خب اگه جنسش از طلا بوده قطعاً جایگاه ویژه‌ای داشته. خود مصری ها میگن این قطعه نمادی برای نور الهی بوده و پاسخ خدا به فراعنه از طریق همین پیرامیدها دریافت میشده و میگفتن روح فراعنه از طریق این قطعه به آسمان میرفتن. اما خب اینا فقط در حد تئوری و افسانه باقی موندن. ولی یادتون باشه که همه اثبات شده های علمی یه روزی تئوری بیش نبودن. یه اشاره هم بکنم به هرمی که توی قطب جنوب توی آنتارکتیکا قرار داره. باز آلدرین، دومین نفری که پا روی ماه میذاره، با یه گروه تحقیقاتی وارد این هرم میشن و بعد از اومدنشون باز آلدرین توییت میکنه که درون هرم شر واقعیه. هرچند خیلی زود این پست رو پاک میکنه، اما گفته میشه وقتی وارد اهرام مصر و همچنین هرم قطب جنوب میشن یه حس خفگی خفیف دارن، حتی اگه هوا خوب باشه، و حس میشه که تحت نظاره یه عده هستن و دارن زیر نظرشون میگیرن. روی سرشونه هاشون فشار میاد، انگار یه وزن نامرئی روی بدنشون وجود داره. حتی بعضیا گفتن ضربان قلبشون نامنظم میشه یا ناگهانی احساس سرگیجه میکنن. بعضیا احساس ترس از عظمت یا کوچیکی شدید نسبت به مکان دارن. حتی بعضیا اعتقاد دارن
اهرام فرکانس خاصی تولید میکنه که ناخودآگاه آدم رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی پا تو دل سنگ‌های اهرام میذاری، نه فقط هوا، انگار که خودت هم داری تغییر میکنی. انگار جایی قدم گذاشتی که قوانین دنیا دیگه کار نمیکنن. حالا دوباره میپرسم، آیا اهرام فقط سنگن؟ یا اصلاً هدف از ساخت اهرام واقعاً چی بوده؟ سوال خوبیه، اما اینکه تا چه حد بتونیم بهش یه پاسخ درست بدیم مهمه. تئوری هایی وجود داره که پاسخ میده به این سوال و میگه نقطه‌ای وجود داره در اهرام که علاوه بر این که پاسخ تمام سوالات بشر توشه، کلید روشن کردن اهرام و بالانس کردن انرژی زمین و فرستادنش به یک جای مشخص و به یک مکان مشخص در کیهانه. حتی خیلیا بر این باورن که اهرام فرکانس هایی داره که شفا بخشه و میتونه همه بیماری ها رو یه جورایی بهبود ببخشه. شاید هرم ها طوری طراحی شده باشن که با فرکانس ها آگاهی انسان رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا بازم فکر میکنی که اهرام آرامگاه فرعون ها بوده یا ماشین انرژی و فرکانس؟ اگر ماشین انرژی و فرکانسن، به نظرت کی روشن میشه و رازهاشون رو میفهمیم؟ حالا بریم سراغ پاسخ به این سوال. چه چیزهایی توی اهرام پیدا شده؟ عجیب ترین چیزی که پیدا شده یک کشتی چوبی با 43 متر طول و 6 متر عرضه که کاملا شکسته و در یک محفظه سنگی قرار داشته. اما بعداً کارشناسان اون رو بازسازی کردند. توی اهرام چیزی جز یک فضای خالی خیلی بزرگ، راهروها و تونل‌هایی که مقصدشون معلوم نیست وجود نداره. یه سوال دیگه که به شخص ذهن خودم رو خیلی درگیر کرده و یه تئوری‌های ترسناک و در عین حال خیلی مرموزی راجبش وجود داره، اینه که چرا همه چیزهای مهم دنیا، اونا که سوالات بی جواب زیادی راجبشون داریم، اونا که همیشه حیرت زدمون کردن اما هنوز هم از فهمشون عاجزیم، همشون مثلثی شکلن. اهرام سراسر کره زمین، مثلث برمودا، حتی این چشم توی این مثلث که حتی روی اسکناسای آمریکا هم هست و حتی پوست دست و بدن ما که تشکیل شده از مثلثای خیلی کوچیک مثلثی هن. شاید یه رمز یا یه الگو بینشون باشه، چون مثلث از هر لحاظی قوی ترین شکل هندسی هم هست. باید بهتون بگم حتی راجع به این هم تئوری وجود داره. میگه که اونایی که اهرامو ساختن میخواستن الگویی از خود انسان رو روی زمین تکرار بکنن. پس ریشه این رازها کجاست؟ در اهرام جیزه یا در وجود ما؟ آیا بدن انسان آینه ای از اهرام مصره؟ از دل اهرام مصر تا راز مثلث برمودا، از چشم جهانبین روی دلار تا مثلث‌های میکروسکوپی روی پوست انسان، همه جا مثلث تکرار میشه. چرا این شکل ساده اینقدر مرموزه؟ آیا مثلث یک کلید پنهان به دنیاییه که هنوز نمیشناسیمش؟ آیا ممکنه اهرام یه نوع کنترل برای محدود کردن ما انسان‌ها باشه؟ حالا بریم سراغ جذاب ترین بخش که اول ویدیو بهش اشاره کرده بودم. توی سالهای اخیر یک تئوری همراه این عکس خیلی وایرال شد که میگفتن اهرام مصر در اصل نوک یک آبلیسکه که از زمین زده بیرون و بقیهش زیر زمینه. حالا دانشمندا اومدن با استفاده از تکنولوژی SAR یعنی رادار روزنه مصنوعی که بدون حفاری فیزیکی عکس‌ها و اطلاعات ماهواره‌ای رو با اطلاعات رادیویی میاد تلفیق میکنه و یه سری تصاویر از زمین به ما میده، اونم 3 بعدی. حالا این تکنولوژی باعث شده که از زیر اهرام مصر عکس برداری بشه بدون حفاری و شکاف حتی یه سنگ و صدمه زدن به اونها.
عکس ها نشون میده که زیر هرم خفره که 136 متره 8 ستون 650 متری زیر اهرام مثلثی مصر وجود داره. و حالا عجیب‌تر این که نشون میده 2 مکعب 80 در 80 متری زیر این 8 ستون وجود داره و بهشون وصله. و این یعنی وجود یک شهر زیرزمینی زیر اهرام مصر. این ستون‌های زیر اهرام به ما نوید چی رو میده؟ نشون میده که زیر این سازه ها حدود 2 کیلومتر شهر زیرزمینی وجود داره. دور این ستون‌ها یه چیزایی شبیه سیم یا راه پله پیچیده و دیده میشه و قطر ستون‌ها بین 10 تا 12 متر میشه. حالا این شهر زیرزمینی به ما نوید چی رو میده؟ فرازمینی، آدم‌های جدید، تکنولوژی جدید، داده‌های جدید. توی این شهر زیرزمینی چی نهفته است؟ یه خورشید جدید؟ نمیدونیم هنوز. حالا همینجا صبر کنید و به این تصویر دقت کنید. به نظرتون اهرام و ستون‌های کشف شده زیر اهرام شبیه چیه؟ بذار یه کوچولو راهنماییت بکنم. شبیه کدوم اختراع تسلا؟ شکل اهرام و ستون‌ها و مکعب‌های کشف شده دقیقاً عین خود برج تسلا ساخته شدن. اول ویدیو دیدین که بهتون گفتم 100 سال پیش نیکولا تسلا گفته که مشخص اهرام فقط مقبره نیستن و مولد انرژی هن. حالا خوب دقت کنین به برج ساخته شده ی دست تسلا که کلاهکش شبیه اهرام و ستون‌های پایینش ستون‌های کشف شده ی اخیر هستند. تسلا راجع به اهرام چی میدونسته که ما نمیدونیم؟ چرا اینقدر این برج رو شبیه اهرام ساخته؟ بازم نمیدونیم. حالا این ستون‌ها و شهر زیرزمینی کشف شده رو ما به صورت فیزیکی بهش دست پیدا نکردیم و دولت مصر اجازه حفاری فیزیکی نمیده چون ممکنه به این آثار باستانی آسیب زده بشه. اما ممکنم هست که دولت‌ها و دانشگاه‌های بزرگ اطلاعاتی رو مخفی بکنن تا راز واقعی اهرام فاش نشه. چون کشف یک شهر زیرزمینی میتونه تاریخ کل بشر رو تغییر بده. حالا تمام این فکت ها و تئوری ها و اثبات شده های علمی گفته شده که به اینجا برسیم. ساخت اهرام 2 حالت بیشتر نداره. یا اونایی که اهرامو ساختن آدمی زادن که نشون میده دانش و اطلاعاتشون باید خیلی خیلی زیاد می بوده. حتی خیلی بیشتر از الان ما. یا آدم فضایی ها. خیلی از افراد بر این باورن که نه تنها اهرام مصر بلکه تمام اهرام روی کره زمین، هرم آنتارکتیکا، هرم ساخته شده توی اقیانوس، ساخته دست فرازمینی ها بوده، نه انسان ها، تا بتونن انرژی زمین رو بالانس بکنن و آگاهی انسان رو تحت تاثیر قرار بدن. که حتی ایلان ماسک هم توییت کرده بوده که مشخص آدم فضایی ها اهرام رو ساختن. چرا هر کسی راجع به اهرام توییت میکنه سری پاکش میکنه؟ تهدید میشه آیا؟ بازم نمیدونیم. شاید ما اومدیم راز اهرام رو کشف بکنیم، اما شاید اونا بودن که ما رو صدا کردن. شاید اهرام سنگ نه، اونا زمانن که زنده موندن. زمان.